سلام، اومدیم یه جنگ وطنی قراره بجنگیم با چند تا زامبی. یا خدا آقا کافیه و قراره که ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. آقا برو برسی دل وطن. یا حضرت عباس، چرا هر طرف یه نفر هستش؟ بچه ها چون من توی یک 21 هستم این استراکچر هست. اگه توی مثلا یک 20 باشین این استراکچر وجود نداره. خب وای الان یه پوشنگ بچه ها. حالا من چجوری از دسته اینا فرار کنم؟ مگه از دسته اینا میشه فرار کرد؟ برو بالا. یا خدا اینجا بره. در ضمن بهتون بگم توی این استراکچرها کلا لباسا داغون میشه. خب یعنی احتمال اینکه کلی چیز من از این بره هست. خدا سر بابا ها من میرم پایین. اینجا جا نیست. با این بالا خیلی بده. این پایین باز بهتره. اون بالا اصلا نمیشد رفت. خودش مثلا میشه یا خدا تیر. من میگم چرا هی دمیج میخورم. نه به خاطر اینا بودم بالا منو میزدم. میشه عزیزم ببخشید دیگه. من برای اینکه لایک بگیرم و یوتیوبم خوب بشه دارم این کارا رو میکنم. یه سی بهم میگه بازی داره حق بهم میده. خدا تو 10 دقیقه دیگه بچه ببینیم. نه خوبه فعلا مدون هایش نیست. بچه فعلا اینجوریه ها. یا استراکچر مدین المانونی. یا خدا این مرا باید چی شده؟ چه جایی شده؟ خدا بابا من اینا رو تو صوبم بزنم هیچ اتفاقی باسه اینا نمیافته. خب برو پایین برو پایین برو پایین. اصلا بسه نباشی سالت برو پایین. یا خدا یه سی به میگه گوشی الان هر چی میگفت و میخواست بگر رو داره میگه بهش. اصلا دستگرین من الان بده. نگاه کنی یه چیز میگیرم. اینجا جا ممنه. آخیش اینجا جا ممنه. تو هم کجا منو پیدا کردی؟ نه همه افتاده همه دنبال همه. یا خدا اینا همه. یا عدالفت من باید اینو بخورم. نمیشه. آقا ول کنیم دیگه منو. کی بهم چیز داد؟ نایت ویژن بخور. آقا چه جنگی شده. یا بچه دار اسکلت دارموجی نگاه. یا علی مدد آقا. من فقط دارم شوت میشم. بعضی از زمین من حواسشون نیست. اینجا دیگه کجاست؟ حتی من تا حالا ریسپاین یه ست پوین بزنم. از اون بالای بالا اومدم پایین.
بچه یه لحظه بذار من برم دوباره تو جنگ. بچه ها دوباره برگشتم تو جنگ و الان وضعیت هم بالاه. خب دو نفر با هم دیگه دارن میزنن. یا خدا دیگه مجبورم من پرم پایین. آی 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 گونه لپل این چه گونه لپل آی 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 بابا بچه لازم من یه چیز بردارم. خب بچه دیگه مجبور شدم لاوا رو بردارم چون واقعا دیگه لازم داشتم. آقا خدا درگاهتون هم اینجوری بگیم دیگه به روش سنتی دارم میکشم بهتون نگین اتفاق بده. بابا من 200 دمیج خوردم. من از واقع فقط 200 خوردم از اینجا 8 میلیارد اصلا 30 دمیج خوردم. حتی پوشن دارم و کنده الان تو لابا سیسته بودم. یا علی مددی بابا چه داره سب کنده لابا بریزم. تمام با چیه داره فقط منو میزنه. تو چیجوری اومدی بالا؟ آقا خدا بچه لابا رو برداشتم بهتر شده. حالا باید دارم از بالا یه دونه لابا بریزم. از بالا لابا بریزم. آها از اینجا لاوا بریزم در آقا خوشم شد. آقا جون من همش دارم میمیرم. یا خدا یا خدا یه دمیج مساویه با 10 دادن. اینجا بهتره. آقا من فهم میزنم نمیدونم دارم چه میزنم. یه توتون شکردم اومدم میزنم. بچه ها دارم خودم نباید کمک من. من همینجوری فقط دارم میزنم. آب گونه لپل بخور نمیبینم چیزی. بخور اومدم من که اومدم پایین. خوبه باز اومدم اون اسپانره رو بذار برم. این اسپانره موندش یا چونی اسپانرش موند. دلم کنیم بابا لاوام که ندارم کلنگم که ندارم هیچی من ندارم کرنتیرم ندارم. بچه ببخشید دیگه من کریتیو میکنم خدایی سخته. آخه لباسا رو نگاه کلاه داره بین میره یعنی چی آخه. با خودم بلوک بردارم بابا. خیلی خیلی بریم. نه
بچه خیلی خدا و وکیلی سخته. یه دونه اسپان کنم. تو برو سراغ اینا. خب میدونم میمیره ها اما در یا حضرت زابلی. خیلی خوب حالا سوروای. یا خدا به خدا الان کلاه هم میشینم. کلاه هم بد دمش خورده. بخور یه پیکا من شکونده هم اصلا هیچی دیگه به رنگبان نمیدارم. من کجا؟ اصلا معلوم نیست من کجا. بعد نقا میرم دیوار. خدا بچه بیدونی که من دارم شیط میشم. بابا چرا همت دمیده این افکتر رو میگیرم. نه به افکتو آقا جون دیگه کافیه. شاید بیام بگم حالا بگم نه هیچی جورت نداره. بچه دیدین چقدر سخته. ای حسن بیا منو نجات بده. آخه چرا نگاه کنید چقدر قویم. لباسام ندرایتی بود. بعد هم کلاه هم شکست هم کفشم. خب شمشیرم هم که نزدیک بود بشکنه. خیلی ریت سنگینی بود. حالا بچه شما تو مپ سوروایوتون این کارو نکنین. توی گوشی این کارو نکنین. خیلی بده. یعنی اصلا گوشیم الان هنگ کرده. بچه ها پیشنهاد میکنم برم یه ریت دیگه. خب ببینین چقدر سخت ریت. بچه ها ایووکری اومدم. خب ببین چقدر ریت سخته. هر طرف داره ببینید. آخه شما نگاه میکنید آوردن چی را پشون آقا من اینا رو میبرم اونجا ریت اسپان کنم. ریتی که من دارم و اونجا اسپان کنم. بچه ها میخوام کارم رو سخت‌تر کنم. بذار برم توی این ویلیجه این پوشنرم بخورم. هم یه ریت از اینور به اینور اسپان شه. هم اونا هم که دارم میان دنبالم بزنن که کارم هم سخت‌تر بشه. البته خب اینم یه نوع چیزی که آخه پدر حبمون در اومد. ای خدا من میرم تو اون پیلیجه را تا اونا به ویلیج حمله میکنم من برم اونا رو بزنم. اینا هنوز دارن دنبالم میاد. بعد اینا اومدن تیر کمون دارا اومدن. بچه ها شوت میکنن. یعنی ریت خیلی سخته که من شوت میکنم. یعنی ببین ریت چقدر سخته. چیه؟ یا خدا نزدیم یه لحظه. خیلی آقای ایووکر من اومدم ها. نه بخور ندارم. حواسم به جونم نیست.
لشگر هم بکنین حمله کنین حمله کن بچه یا خود خدا بچه نمیشه اصلا من همینجوری دارم میخورم ببسان در چه وضعی هستم والا زامبیا بهتر از شده کار میکنم یا خدا آقا میشه یه لحظه آروم بگیریم توتم سکوندم آقا یا اول فرد توتم میتونم از توتم های اینا بگیرم 3 تا توتم شکوندم چرا گفتم توتیم یا خدا اینجا هم که هستن بخور صدا کن داره شبم میشه زامبی هم میاد 3 جهته حمله میکنه یا خدا نه همون چیزایی که دنبالم بودن آیرون گولم یکیشونو کش آقا برای امروز کافیه من امروز هم بهتون یاد دادم رید هم خیلی سخته البته یاد دادنی نبوده من قاطی کردم بچه یه لحظه بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک کنین کامنت بذارید سابسکرایب کنین خب این ویدیو خیلی سنگین بود خب یعنی به گوشیم فشار اومد لطفا لایک کنید تا به من انرژی بدین و من بتونم واسهتون ویدیوهای خفن تری بذارم خداحافظ